هر کسی که به خداوند و به روز آخرت ایمان دارد باید رابطه خانوادگیش را مستحکم نماید. این حدیث مرا وادار ساخت که به خانه خواهرم برای دیدارش روم. وقتی این حدیث را خواندم از خود شرم کردم که آخرین بار دیدار با خواهرم سال گذشته بود که او از من خواسته بود دخترش فاطمه را یک چند روز نگاهبین کنم، زیرا خودش برای تولد دختر دویمش در بیمارستان بود. اگر راستش را گویم من اصلا نمیدانستم کودک را چه خیل نگاه کنم که وقتی خودم را با یک عذاب نگاه میکنم. ولی وقتی خواهرم پرسید نتونستم نگویم. وقتی شوهر خواهرم کودک را با من سپارید، کودک حتی نمیتونست نامم را تلفظ کند. اصلا نمیدونستم با او چه خیل بازی کنم و با او نزدیک شوم و در حال در جستجوی آن شدم که چگونه پیامبرمون با کودکانی که در نزدشان بودند مناسبت میکردند. پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم به همگان دوست داشتنی بودند و مخصوصا با کودکان دلسوز بودند و این چنین با آنها بازی میکردند، شوخی میکردند و در آغوششان میگرفتند. وقتی آنها بیمار باشند و خبرگیریشان میرفتند و وقتی اگر زیق می بودند دلبرداریشان میکردند و حتی با کودکان غیر عرب با زبان خود آنها صحبت میکردند و نشان میدادند که چقدر آنها را دوست میدارند. وقتی که حسن و حسین نبرگان پیامبر در وقت نمازخوانی به پشتشان سوار میشدند، پیامبر خدا در حالت سجده منتظر میماندند تا آنکه کودکان به پایان فرایند. باری هم گفته بودند من از دراز خواندن نماز لذت میبرم، ولی وقت صدای گریه کودکی رو میشنوم کوتاه‌تر میخونم تا اینکه کودک از فشار و عصبانیت اذیت نکشد. ما عادتاً با کودکان به طاقت میشویم. فراموش میکنیم که ما نیز کودک بودیم و بعضا آنها همین را دوست می‌دارند و روز آنها نیز مثل ما بزرگ میشوند و امید داریم که به ما نیز مهربانی نشان میدهند همچنانی که ما به آنها نشان دادیم. پیامبر موافق شوق آنها معامله میکردند و با بازیچه هایشان بازی میکردند و حتی باری از احوال پرنده کودک پرسیدند ای عمیر، پرنده تو چطور است؟ ما عادتاً فراموش میکنیم که دوستداری کودکان یکی از سنت‌های آسان ترین است و این راه آسان است که ما دوستداری خداوند را به دست می‌آوریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که به دیگران رحم و شفقت نشان نمی‌دهد خود نیز آن را دریافت نمی‌کند. رحم و شفقت این یک قسم از طبیعت انسانی است و آن در اسلام بیشتر تشویق شده است. اگر آن تشویق نشود ما آن را برای همیشگی از دست می‌دهیم. تصور کنید که چگونه دنیا دیگرگون می‌شد اگر هر یکی ما کمی بیشتر دوستداری و محبت با اهل عائله‌مان را نشان می‌دادیم. و محبت نه تنها با گفتن خالی است. پیامبر خدا گرچند که باری تمام دنیا بر دوششان بود و آن نگاه نکرده به عملهای خرد نیز اهمیت می‌دادند، مثلا نوشیدن آب از یک گوشه پیاله و یا خوشحال نمودن با بوسه ناگهانی و حتی با عائله‌شان مسابقه دویدن می‌کردند. ای فاطمه، تو نمیدونی که چقدر من تو را یاد کردم. درست هست که تو کودک هستی، ولی تو با من بسیار چیزها را آموزاندی. تو با من چطور پیروی کردن از یک استاد بهترین را آموزاندی و چطور غمخوار و مهربان بودن با اهل عائله را فهماندی. رسول الله، من نمیدونم شما چگونه توانستید غمخوار و مهربان این امت باشید و با این راهی که شما به خانواده خود شوهری بهترین و پدری غمخوار بودید، این عملهای شما رهبری بهترین عالم بودنتان را دوباره تصدیق میکند.